نمیدونم چی سر و سیبیل هم که داشتیم. بعد خیلی باحال. بعد فکر میکردیم خیلی خوشتیپ و جذابیم. اینش خیلی باحاله. یعنی من واقعا تو عکس‌ها یه سیسی دارم. نمیدونم چی داریم؟ سیسم. بعد فکر کن ماها در دوران دبیرستان، بعد خب خانوما همین شکلی که میگن بودن، اپول و سر و سیبیل و اینقدر عرض شونه و فوکل و فلان. بعد فکر کن ما به اینا شماره میدادیم. اینا یعنی دیگه تهش بودن. یخه چیز دیگه وجود نداشت آقای مدیری. چی کار باید میکردیم؟ هیچی، همون بعد شماره میدادیم. بعد مثلا ما اینجا بردن اردو. خب اینجا رفتیم اردو همدان گنجنامه. بعدش مثلا اینجا من که خودم فکر کنم دیگه برای خودم مرلی مونروی هم دیگه همین تصوری عینک دودی و اینا من دست فروش خریده بودم. بعد اون موقع آخه چی